یک زمانی رو به من مشخص کردن، نشون دادن، در اون زمان ما از جمعیت فعلیمون کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینا چیزای خطرناکی است. اینا رو بایستی مسئولین کشور به جد نگاه کنن، دنبال کنن. این سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام. ما اگر این نسل جوانی را که امروز داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده این کشور همین نسل جوان رو بتوانیم حفظ کنیم، همه مشکلات کشور را اینا حل میکنن با اون آمادگی، با اون نشاط، با شوقی که در نسل جوان هست و با استعدادی که در ایرانی وجود داره. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم. ما مشکل اساسی نداریم. خانواده ها، جوان ها بایستی نسل رو افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست این خطاست.